پلیس هندوستان کلتک در دست از سرایت کرونا جلوگیری میکند. سروزیر هندوستان نریندرا مودی با مقصد متوقف نمودن توسعه کرونا که انگیزه بیماری کووید 19 می باشد، سر از 24 مارس به مدت 3 هفته در هندوستان تعطیل جاری نموده است. مقامات حفظ حقوق و ترتیبات در سراسر کشور پاسگاه‌ها بنیاد نموده، با استثنای افراد مشغول با کارهای نیاز اولیه بر رفت و آمد مردم راه نمی‌دهد. افسران با واسطه کلتک و مشت و لغت افراد نادیده گیرنده کرانتین را به اصطلاح تربیه می‌کنند. تا آغاز تعطیل در هندوستان 562 حادثه گرفتاری با کووید 19 تصدیق شده، کمش 11 نفر از این بیماری به هلاکت رسیده بود. سروزیر مودی و کارشناسان ساحه بهداشت هشدار می‌دهند که اگر در هندوستان چاره‌های شدید جلوگیری از پاندمی کووید 19 اندیشیده نشود، وضع در اینجا مثل چین، ایتالیا و اسپانیا خواهد شد. طبق آمار سال 2013 در هندوستان بیش از 1 میلیارد و 358 میلیون نفر اقامت دارند. در هندوستان موج اول سرایت کرونا به دهلی نو، ممبئی و دیگر شهرهای بزرگ راست آمد. حالا شهادت زیاد است که بیماری کووید 19 در شهرهای خرد نیز ظهور نموده است. در نوارهایی که خبرگزاری ریترز نشر کرده است، در بعضی پاسگاه‌ها خلافکاران را به مثل نواسکران در ارتش شوروی سابق به تربیت جسمانی و ورزش مجبور می‌کنند. در جایهای جمعیتی و فروشگاه‌های شهرهای بزرگ مقامداران هندی نظارت می‌کنند که مشتریان از هم مسافه گرفته قبل از ورود به بیناها تقاضاهای سانیتری را اجرا کنند. بر علاوه روز 26 مارس حکومت هندوستان اعلان کرد که برای دستگیری اقتصاد این کشور و یاری به 800 میلیون مردم کم بضاعت به مبلغی برابر با 23 میلیارد دلار کمک می‌رساند.